لیکومولی بهتر برانید. روغن موتور لیکومولی آلمان. خب خیلی ممنون. اما در بخش بعدی برنامه همونطور که بهتون وعده داده بودیم مهمون تلفنی امشب ما کسی نیست جز آقای علی دایی که پشت خط هستن. میخوام که پیرامون 3 هفته پیش دیدار تیم‌های پرسپولیس و سایپا اتفاقاتی که در اون بازی رخ داد با هم صحبتی رو داشته باشیم. آقای دایی صدا منشوی شبتون بخیر. آقای دایی صدا منشوی شبتون بخیر. صدا من میاد. آقای دایی اتفاق قطعه؟ بخشو آقا شبتون بخیر. عادلانه سلام دارم خدمت تمامی بیننده بسیار خوب برنامه 90 در خدمت شما هستم. بفرمایید. ببخشید دایی بعد موقع مزاحمتون شدیم خوابیده بودید؟ آقا به شما چه ربطی داره داداش؟ خیلی عذر میخوام اگه من تو زندگی شما دخالت میکنم. آقا چقدر زود عصبانی میشید. ما می‌خوایم که پیرامون 3 هفته پیش دیدار تیم‌های پرسپولیس سایپا و اون ضربه سر ورشلونه شما به صورت 6 رضایی زدید. همه کارشناس‌ها داوری گفتن علی دایی باید از زمین اخراج می‌شده ولی اینجوری نشده. کلا به نظر این حرکت خیلی قشنگ نبود. قبول دارید دایی؟ فداتون خیلی عذر میخوام. خیلی ببخشید. شما فیلم بازی رو بازبینی کنید. از اول بازی تا آخر بازی آقای شهزاده دایی اومده داره پیلن منو میکشه. میگم داداش قلبونت بلم فدات بشم هم قد منی هم وزن منی یک هفت گلگی بخوابونم تو صورته داله فولت میده تلتوپت میگه. ضمنا من به صورت آقای شهزاده‌ای اصلا ضربه نزدم. آقا چجوری میگه ضربه نزدم؟ حداقل 60 میلیون نفر دیدن که ضربه زدی. همه مطمئنم که میگن شما باید اخراج میشده. آقا فداتی بود داداش من ضربه نزدم. من با کلم ایشون هدایت کردم. آقا اگه اینجوری باشه خب زیدان هم برمیگرده میگه تو جام جهانی با کلم ماترازی رو هدایت کردم. این یکی حرفی میزنه اون یکی حق بر خودش حرف. قبول دارید؟ آقا فداتی پور خیلی عذر میخوام. خیلی ببخشید. همه بدبختی زیر سر شما. برگشتی گفتی تو دام دهانی زیدان با کله زده تو صورت ماترازی هم از تحصیل علی دایی بوده. من گفتم تقصیر علی دایی بوده. حاضر قسم بخورم یه حرفو نزد. آقا فداتی بود داداش قسم نخور. من باز پاشم باز نشون به این نشون گفتی تو بازی زیدان به غلط ماترازی لست داده. ماترازی در گوشی بهش گفته علی دایی اینم خوابونده تو صورت. درسته منم بیا پشت شما حرف بزنم؟ آقا حالا کار نداریم. میگن راست میگن که سوت پایان بازی تیم‌های پرسپولیس سایپا رو داور نزده شما زدی. من سوت زدم؟ خیلی عذر میخوام اصلا سوت زدم بلد نیستم. در طول عمرم یه بار سوت زدم اونم گیری شد. ولی دست زدن رو خیلی خوب بلدم.